درود بر شما راهی. لیکن محمد من نصرانی شدم. کدام مذهبی نصرانی را پذیرفتی؟ به شاه حسنی ابن جفنه سپارش داد راههای تاجران قریش را بسته می‌کند. ملک با تو چی شد پسری هویریس؟ سوگند به خدا آرزوی پادشاه کمک کنید تا که سروری را به دست آورم. با ما امید مبند پسری هویریس. سلام دین یکتا پرستی به سفر برآمد و باز نبودهای بنی امر و سرانش. خدای من خدا و منتظر پیامبری هم که به زودی ظهور میکنه و بیزار. محمد از سفر تجارتی برگشت. فایده کلام به دست آورد. قسم به خدا احادیث عجیبی را در او مشاهده کردم. چون نرخ او را چنین معین کرده است اگر خریداری پس بخر. حق این را
сухани бадро нашунидам ва такаббуриву бухлро дар ӯ мушоҳида накардам. офтоби тафсон нур меафкан болои сари ӯ. абре пайдо шуда соягиаш мекард. дидам اگر این راست باشد قیصر روم مرا سرور نیم جزیره عرب تعیین میکند. اگر شما درخواستم را بپذیرید اگر راههایی تجارتتان را بندد قیصر روم چگونه حالا به تو نشان میدهم. باید آنها اسیران را من به شام میروم. پرسان شد درباره دین پیامبر ابراهیم. عاقبت راهبی را دختر هویلید خدا از او راضی باشد زن نکوکار گفته است ای پسر عمو ندیدم مثل تو شخصی با فراست سال داشت و آن زمان ازدواج با خدیجه را ابن کلاب همین طور می پیوندد با نسب پیامبر درود پیامبر ابو طالب و عمک دیگرش حمزه و آنجا عمکش
و آنچه به دارایی دخل دارد ابری است در گذر و از بین رونده. اینقدر برای توی محمد شادی میکنی برک. حفظت کند خدیجه. برکت دو جفتی مناسب به هم پیوستند. باری اول است که قلبم رو شادی و آرامی فرا گرفته است. تولد قاسم نوزاد شد. خدای کعبه حفظ کند محمد و همسر و پسر. پدرش رخ داد کفایه نیست. پروا مکن صافیه. تو فخری خاندانی هاشمی برادر، مثل تقایت جنگ. کرام محمد به عقیده فرزندان هم زید است. چگونه ای که میدانی قریشو بگو ابوبکر. ما همه قریشیم و همدیگر رو خوب میشناسیم. دوستی بهترین من است. بسیار مهربان است با کل انسان ها. همه مثال از ایستادن در عرفات و افاظه رو گردانیدیم. آیا به این دلیل ها از رکنهای حج رو میگردانند؟ محمد این را نمیپذیرد. با تو چی شده است؟ در خانه محمد زندگی می
آخر تو باید شادی کنی، نه اشک بری. آزاد کردند و شوهرت دادند ابو عبید را. به خدا به تو جز نیکی چیز. لحظه دور باشم از نزد محمد. درود بر تو حکیم، درود بر دوست صادقم. میخواهم با عمم خدیجه تحفه‌اش کنم. نامت چی؟ تو باید شادی کنی، چون که آسمان تو را به این آدم پرتافت. مایلش خیلی شد از صحبت گرم فارغم. را خدیجه در اختیار پیامبر درود خدا بر او و به آلش گذارد و جگربندش او چنین گفت: برای زید جگربند بگردم چون عیسی اندر سراغش دوری گردون. سوگند به خدا، سوگند به جانم،
بی‌صبرانه برای او منتظرم. چقدر غمگینم برایش. پسرانش قاسم را دیده آرام میگیرند. او همه وقت به یاد میآورد و با مهربانی میگوید. ای اهل قریش، ناخوشی سرزد جواب مبارک کردند. ای اهل قریش، زود به اینجا پیش تابید. جواهرات کعبه را علکی پیدا کرده از قبیله مولا. و مردمی با عزتی از هر جانب زیارت کنندگان از کسانی که ننگ و ناموسشان را از دست دادند. را به نگاه و بین بگذاریم. بگو پیشنهادت را. فکر میکنم ویران میکنیم و از نو میسازیم. دیوارهایش را از سر نو تعمیر میکنیم.
کل مکه میداند که تو در دین ما نیستی و بت‌هایمان را پرستش نمیکنی. از برای آنکه او پسر اپی تو فاطمه است. کی جرأت دارد تا نخست کار رو دیدم. چی را دیدی؟ کو بگو هاریس. ماری را فکر میکنم کعبه را باید تعمیری عالی بکنیم. ما سرور قوم مخزوم خود را قربان کند. ای خدای کعبه، تو ما را می به نیتم آگهی. تنها اگر به من حادثه ربا نمیخورد و بت‌های گرد کعبه سجده نمیکرد.
عهده قوم مخزوم و همراهانشان و بحرالکعب شده روم است. کشتی قربینبه برای اهل مکه خریده. همش تمام. آخر ولی اولین شده تعمیر را آغاز کرد. بس بوده که خود ستای ابو سفیان. من راضیم. شما چی؟ بینمان حکم کن محمد. محمد ابن عبدالله به شما محمد امین به شما میگوید آیا راضی است؟ چادر کعبه را در زمان پیامبر اسلام درود خدا بر او و به آلش باز پوشانیده بودند. شهرتمند گردید پیامبر درود خدا بر می گفتند امین هست. محمد پسر عبدالله پسر عبدالمطالب. خانه است. از ما دور است یا نزدیک. اون کشوری که
آورد. چی خبر شنیدی؟ محمد خودت میدانی مردم قریش کمبودی میجویند از قوم هاشم. ای ابوبکر چرا دیر آمدی؟ انا مصعب ابن عمیر زیباترین جوانی مکه است. نام عطر خوشبویت چی؟ یک چیز را از تو پرسم ابوبکر. تنها بله با خدا که میدونم. بگذار صحبت بهتر است. اما من دیگر چیز را پرسیدنیم. پس بپرس. او مروه میکند و در جیمت سنگچه میپرتوید. آیا شنیدی؟ بگو هر چی را که میدانی. خاموش نیست. بگو ابو چی باشد؟ چنان که میگویند انسان تولد که در خانه عبدالله ابن جدعان به امضا رسیده بود. من از این شرطنامه خارج شدم. نامه است در تاریخی عرب و آن شرطنامه
من رو به یادت آوردم که از آن رو گردانیدی. با شما صحبت کردن حیفه. کاش گذشته می بود.